داستان‌های ترسناک شما، قسمت 6. من توی یه شهر دیگه دانشگاه قبول شده بودم. به خاطر همین یه خونه اونجا اجاره کردیم. یه سری وسایلم از خونمون آورده بودم و تازه داشتم تو خونه جدیدم میچیدمشون. مشغول جمع و جور کردن بودم که از بیرون صدای جیغ شنیدم. رفتم دم پنجره ببینم چه خبره که با فاصله از خونمون یه دختر خیلی قد بلند با موهای بلند و لباس سفید دیدم که از بیرون بهم خیره شده بود. با صاحبخونه تماس گرفتم و ماجرا رو براش تعریف کردم و بهم گفت همچین سابقه‌ای نداشته و شاید از خستگی راه بوده و خیالاتی شدم. برای اینکه بهش ثابت کنم برگشتم که با گوشیم ازش عکس بگیرم، ولی وقتی رفتم دیگه اونجا نبود. خیلی از اون ماجرا گذشت، ولی من هر چند وقت یه بار یا میبینمش یا صدای جیغشو میشنوم و جوری بهش عادت کردم که انگار بخشی از زندگیم شده.